دوستان عزیزم سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز 7 تیر ماه روز یکشنبه است و بریم برای آپدیت تحلیل هفتگی بازارها با دلار رو شروع بکنیم. یه نکته قبل تحلیل دلار بهتون بگم، اونم اینه که سوال اصلی اینه چرا با اینکه اخبار مثبت از مذاکره میاد، با اینکه فکر کنم قراره این هفته هم 9 تیر در واقع پس فردا سه‌شنبه دوباره توی سوئیس جلسه مذاکره داشته باشن و همه چی نسبتا خوب داره پیش میره، چرا باز قیمت دلار در حال افزایشه و امروز به بالای 170 هزار تومان هم رسیده؟ ببینید عزیزان، زمانی که محاصره دریایی شروع شد و واردات کالا به ایران مختل شد، این باعث شد که خب تقاضای ارز توی بازار به شدت کاهش پیدا بکنه، به خاطر در واقع اینکه حدود 90% تقاضای ارز توی بازار به خاطر وارداته و وقتی این تقاضا نباشه عملا قیمت دلار کاهش پیدا میکنه. همونطور که توی در واقع هفته‌های گذشته ما یه ریزشی توی قیمت دلار داشتیم تا نزدیکی 150 هزار تومان. اما الان که در واقع صحبت از مذاکره هست و محاصره دریایی تقریبا برداشته شده، واردات آزاد شده و دوباره تقاضا توی بازار ایجاد شده برای دلار. پس دلیل افزایش قیمت دلار ارتباطی به مذاکره یا حالا تنش‌های بین ایران و آمریکا تو شرایط فعلی نداره. دلیل اصلیش اینه که واردات آزاد شده و تا زمانی که محاصره دوباره اتفاق نیفته و روند همینطوری مثل الان ادامه پیدا بکنه، ما میتونیم انتظار این رو داشته باشیم که قیمت دلار صعودی باشه. یعنی همینجوری شرایط رو ول کنن، برن به مذاکراتشون یا حالا به در واقع وضعیت خاکستری فعلی ادامه بدن، دلار افزایشی خواهد بود. دلار تا زمانی که بالای این ناحیه است، ناحیه 168 هزار تومان، ما انتظار صعود و رشد ازش داریم توی کوتاه مدت. حالا سقفی که فعلا تو کوتاه مدت برای دلار داریم، برای تتر داریم، حدود 178 هزار تومن. حالا ناحیه های بالاتر از اونم وجود داره، اما ما فعلا نزدیکترین سقفی که حالا من انتظار دارم در طول یکی دو هفته آینده، شاید یک هفته آینده قیمت دلار بهش برسه، محدوده 178 هزار تومنه. پس قبل از اون دلار ارزش خرید داره. این در مورد دلار. حالا یه نکته ای هم بگم قبل از رفتن به تحلیل طلا. دلیل اصلی این که خیلی از دوستان پرسیده بودن، دلیل اصلی این که هفته گذشته با اینکه دلار رشد خوبی داشت اما طلا به اندازه کافی رشد نکرده بود، یعنی به اندازه دلار رشد نکرده بود، همین بود که تقاضا باعث افزایش قیمت دلار شده. تقاضایی که صرفاً روی ارز بوده، نه طلا. از طرفی اونس جهانی طلا که الان با هم دیگه بررسی میکنیم، چون نزولی بوده، یکم سرعت افزایش قیمت طلا رو کاهش داده. اما امروز که بازارهای جهانی هم بسته است، طلای داخلی یک رشد خیلی خوبی داشته، الان بررسی میکنیم و تا 17 میلیون تومان هم رسیده. اول بریم سراغ اونس جهانی طلا. خب اونس جهانی طلا چارتش رو بیاریم. طلا توی چند هفته گذشته یا چند ماه گذشته سر همین اتفاقاتی که بین ایران و آمریکا افتاده نزولی بوده، اما دلیل اصلی در واقع نزول طلا افزایش تورم توی کشورهای اروپایی و به خصوص آمریکا بوده. چطوری افزایش تورم میتونه قیمت طلا رو کاهش بده؟ ببینید، زمانی که تورم توی آمریکا اتفاق میفته، احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو رو افزایش میده تا اینکه خب نرخ بهره رو افزایش بدن، نقدینگی از دست مردم جمع بشه توی بانک ها، اینطوری بتونن تورم رو کنترل بکنن. اصطلاحاً به این نوع سیاست پولی میگیم سیاست پولی هاوکیش،
که نقدینگی جمع بشه. خب وقتی احتمال حتی این اتفاق ایجاد میشه، بازار میاد این خبر رو، این اتفاق رو پیشخور میکنه. یعنی قبل از اینکه اتفاق بیفته واکنشش رو نشون میده. قبل از اینکه اصلا فدرال رزرو بیاد اعلام بکنه که اصلا من نرخ بهره رو افزایش میدم یا نه، چون همچین احتمالی وجود داره، این باعث ریزش طلا و کریپتو میشه که همین اتفاق هم تو کریپتو هم توی طلا افتاده توی ماه‌های گذشته. اما از طرفی با رسیدن قیمت اونس جهانی طلا به $4000 که حتی یه خوردم پایین $4000 رو هم دید، کشور چین و یه سری کشورهای دیگه سنگین شروع کردن به خرید طلا و ذخایر طلاشون رو شدیداً پر کردن. کشور چین همین الان هم یکی از بزرگترین یا میشه گفت بزرگترین کلا خریدار طلا هستش و این خریدهای طلا توسط کشور چین روی قیمت $4000 به ما این سیگنال رو میده که احتمالش خیلی ضعیفه که مجددا ما به این زودی طلا رو دوباره زیر $4000 ببینیم و به ما یه سیگنال سود از طلا میبینه. تکنیکال هم همینو تایید میکنه. ما یک ناحیه خیلی مهم اینجا داریم که طلا اومده بهش واکنش نشون داده، اونس جهانی طلا، و الان داره برمیگرده به سمت بالا. نزدیکترین ناحیه‌ای که اونس جهانی طلا داره و ممکنه از اونجا یک اصلاح کوچیک بده، ولی تا قبل از اون کاملا من سودی میبینم، محدوده 4200 که فاصله زیادی هم نداره و احتمال میدن که این ناحیه رو هم به راحت بشکنه توی هفته های گذشته و به روند سودی خودش ادامه بده. حالا بیایم تحلیل اونس جهانی طلا رو با تحلیل قیمت دلار تلفیق بکنیم که گفتیم دوتاش هم میتونه سودی باشه. حالا این تأثیرش رو بیایم روی طلای داخلی بررسی بکنیم. من چارت طلا رو باز کنم، طلای 18 عیار. خب همونطور که میبینین همین الانش، همین امروز، طلا یک رشد بسیار جذابی داشت. همین امروز 3 تا کندل سودی داد و به بالای 17 میلیون تومان رسید. حتی صندوق‌های طلا هم با اینکه خود بورس ایران امروز به شدت قرمز بود و نزدیک 7-8 همت خروج پول از بورس داشتیم به خاطر همین اتفاقات یکی دو شب گذشته که خب یه زد و بندایی دوباره، یه درگیری‌های نظامی بین ایران و آمریکا دوباره اتفاق افتاده، اما صندوق‌های طلا به شدت مثبت بودن و الان هم که می‌بینیم از صبح یه 600,000 تومان افزایش قیمت روی طلای داخلی داشتیم. نکته‌ای که وجود داره، طلا زیر 17 میلیون تومان الان رسیده به 17 تومان، ولی زیر 17 تومان به شدت ارزش خرید داره. به خصوص ما یه ناحیه از خیلی وقت پیش داریم که هنوز بهش نرسیده، ناحیه 15 میلیون تومان. اگه بهش برسه به شدت ارزش خرید داره، اما فعلا من بعید میدونم که به این زودی به 15 میلیون تومان برگرده و بیشتر احتمال میدم که با توجه به افزایش قیمت دلاری که در طی روزها و هفته‌های آینده خواهیم داشت، با توجه به سعودی بودن قیمت اونس جهانی طلا، من احتمال میدم که ما به زودی طی نهایت یک ماه آینده دوباره طلا رو روی اعداد 19 میلیون تومان ببینیم. پس اگر از خرید طلا جا موندین، همین الانش هم فرصت خوبیه برای خرید و سرمایه گذاری روی طلا. اگر دوباره اومد پایین‌تر هیچ اشکالی نداره، به صورت پله‌ای بازم حجم اضافه می‌کنیم. پس درگیر این موضوع نشین که الان طلا چون رشد پیدا کرده از صبح 500-600 هزار تومان رشد کرده پس دیگه الان موقعیت خرید نیست. نه، 17 تومان و زیر 17 تومان کماکان ارزش خرید داره، ولی نه با کل سرمایه. همیشه باید سعی کنیم خرید پله‌ای رو رعایت بکنیم. یه نکته خیلی مهم من بگم، حالا گفتم من تا یک ماه آینده نهایتش احتمال میدم دوباره به 19 تومان حداقل یک برگشتی بزنه.
قیمت های زیر 18 میلیون تومان موندگار نیست برای طلا، موقته. اما انتظار اصلی که من از طلا دارم اینه که تا پاییز امسال، یعنی تا چند ماه دیگه، 27 میلیون تومان رو ببینه. یعنی از الان 10 میلیون تومان تا پاییز من انتظار دارم که طلا رشد پیدا بکنه و احتمال این اتفاق هم خیلی زیاده، چه توافق بشه چه جنگ بشه، ارتباطی به این نداره. با توجه به اینکه اونس جهانی طلا امسال به خاطر تورمی بودن اقتصاد خیلی از کشورها، آمریکا یا کشورهای اروپی، کلا امسال سال تورم جهانه کلا، و این تورم هم، افزایش تورم هم باعث رشد فلزات گرانبها میشه، رشد طلا میشه، رشد نقره میشه. پس به شدت طلا چه داخلی چه اونس جای رشد داره تا پاییز امسال. امیدوارم که از تحلیل دلار و طلا استفاده بکنی. سعی میکنیم که توی کانال تلگرام و کانال بله تحلیل ها رو در طول هفته هم آپدیت بکنیم و یه سری حالا آپدیت ها هم توی ریلز های پیج اینستاگرام داشته باشیم، تو استوریا، توی ریلز ها. حتما ما رو توی اینستاگرام، توی کانال، توی بله، توی تلگرام دنبال بکنین تا از این آپدیت تحلیل ها استفاده کنین و امیدوارم که توی وضعیت اقتصادی زندگیتون تاثیر مثبتی داشته باشه.